سلام دوستان عزیز، این نشری نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است و ما تیاریم که در 20 دقیقه نزدیک از اولین گزارش های روزانه تابستانی ترانسفری را برایتان رسانه‌ای کنیم. زیرا در برابر تجلیل روز بین المللی حفظ کودکان، روز 1 میون روزانه تابستانی ترانسفری نیز رسما گشوده شد و ما هم کار را آغاز میکنیم. باشگاه افسانه‌ساز انگلیسی هنوز مکانی براحت خویش را در چمپیونشیپ پیدا نکرده بود که بازیگرانش یک به یک راه گریز را پیش گرفتند. اینجا باید گفت که یوری تیلمنز از رفتن خویش از لستر سیتی اعلان نمود. نسبت نیم حمایتگر منتخب بلژیک خود بارسلونا و آرسنال اشتیاقمند میباشند. نیم حمایتگر نام برده در صفحه اینستاگرام خویش باشگاه، همدسته ها، مخلصان و مالکان را اظهار تشکری نموده با طرز دیپلماتی با همه خیر و باد گفت. بازیگر بلژیوی دسته سفر کرده به چمپیونشیپ را چون فوتبال باز آزاد ترک میکند و از یک جانب او را هم فهمیدن ممکن است، زیرا تمدید شرطنامه کردن یک بازیگر با استعداد با تیم غرق شونده در بحران مالیوی هم هیچ منطق خاصی ندارد. بیشتر باشد خبر داده میشد که تیلمنز را آرسنال و بارسلونا میخواهند و قلمدار اساسی در موضوعهای ترانسفری فوتبالی فابریزیو رومانو باشد قید میکند که تا حال فوتبال باز به هیچ دسته گفت و شنیدها نگذرانیده است. در دوام 4.5 موسم در صف لستر سیتی یوری تیلمنز 21 گل در 158 بازی پرمیر لیگ انگلیس زده. چطور همگان میدانند با روبهان به چمپیونشیپ رفت. بعد گریختن تیلمنز از لستر، اگر از صداقتمندی و وفاداری بازیگران نسبت دسته حرف زنیم، بازیگران معاصر با سرداری مسی حتی ارزش یک پای چپ مارکو رویس و فرانچسکو توتی را ندارند. اینجا نام بازیگری لوتون تاون پیلی رادوکمپانزو را هم نباید فراموش کرد. نفری که از لیگ پنجم تا پریمیر لیگ انگلیا 9 سال را گذرانید و هیچ تیمش را نپرتافت. در ادامه روارای بازیگران از تیم‌های انگلیسی باید علاوه نمود که اشلی یانگ هم در ماه ایون استون ویلا را ترک می‌کند. بازیگر 37 ساله با بیرمینگهمی‌ها شرطنامه را تمدید نمی‌کند. دفاعگر 37 ساله با انجام مهلت خویش دسته به زبان مردمی گرینی اونی امری را ترک می‌کند. اشلی یانگ به صف استون ویلا سال 2021 چون فوتبال باز آزاد از اینتر گزارش نموده بود. سپس این شرطنامه با 1 سال تمدید شده، بعداً 1 سال دیگر با آن علاوه شد. در موسم 22-23 اشلی یانگ 29 بازی در پریمیر لیگ انگلیا گذرانیده 1 گل هم دارد. پس معلوم می شود که در رسیدن ویلان ها به زینه هفتم و لیگ کنفرانسی ها با سرداری امری ذره هم باشد سهمین سابقه دار وجود دارد. تیم برنتفورد باشد بعد آنی که در سال اولی برگشت به پرمیر لیگ انگلیا نه تنها توانست خود را در میان قوی ترین ها نگاه دارد، بلکه با کمبود 2 خال از زینه یوروجام ها چمپیونات را ختم نمود. اخیراً با امید باز هم مکمل کردن صف دسته خویش از روزهای اول گشوده شوی بازار به خرید کنی ها پرداخت. زنبورها از خریداری دروازه‌بان سر کردند و بر عوض 13 میلیون یورو دروازه‌بان فرایبورگ و منتخب نیدرلند مارک فلکن را خریداری نمودند. دروازه‌بان 29 ساله الکی از معاینه طبی گذشت و با جانب انگلیسی شرطنامه 4 ساله امضا کرد. او به صف برنتفورد بعد گرفتن اجازتنامه کاری در انگلیا می‌پیوندد. در موسم 2022-2023 فلکن در 13 بازی از 34 بازی بوندسلیگا و دروازه‌اش عموماً گل سر نداده است و این بهترین نشانداد چمپیونات آلمانی به حساب می رود. فرایبورگ باشد با اشغال زینه پنجم در بوندسلیگا در موسم نو در لیگ اروپا برآمد می کند. شورای علاقه جورای ما فابریزیو رومانو خبر می دهد برنتفورد برای آوردن فلکن به انگلیا در دادن 13 میلیون یورو سختی نکرد. فرایبورگ اگرچه یکی از بهترین دروازه‌بان‌های بوندسلیگا را به انگلیا گسیل کرد، اینتراخت فرانکفورت از لبی ماین باشد اریک ابین برای از PSG پورا خودی کرد و شرطنامه مهلتش تا سال 2027 با او امضا نمود. ابین به موسم 2022-23 را بیرون از کاتگوری‌های ستاره‌های پاریژی با آرامی و بدون استرس به طور اجاره در اینتراخت گذرانیده. با انجام موسم آلمانی‌ها قرار کردند که خریداری نیم حمایتگر 22 ساله برایشان هیچ ضرر نخواهد آورد.
یا به زبان کوچکی آنها نخواهند سوخت. در موسم جاری ابیمبه در صف اینتراخت 19 بازی در بوندسلیگا گذرانیده با 3 گل و 1 پرتافت گلی از میدان بیرون شده است. بعد نوشت شرطنامه با آلمانی های ذکی دیگر ابیمبه پروای ندارد که در پاریژ ناز و نوز نیمار بلند است و مباپه شرط گذاری میکند. در ردیف امضاکنی شرطنامه با بازیگری پاریژی اینتراخت همچنین نیم حمایتگری 18 ساله تیم شوئدی مالمه و منتخب شوئدیا خوگو لارسون را شامل تیم کرد. نسبت این نفر دورتموندی ها نیز دست درازی میکردند، ولی چطوری میبینیم و مثال شکست بیناموسانه در پایگاه قهرمانی در خریداری این دروازه‌بان هم پرزنی زنبورها بهوده بوده است. لارسون باشد با تیم فرانکفورتی شرطنامه 5 ساله امضا نموده، مهلتش تا سال 2028 است. در صف تیم نوش نیم حمایتگری 18 ساله تحت رقم 16 برآمد میکند. در موسم جاری خوگو لارسون 8 بازی در چمپیونات شوئدیا گذرانیده 1 گل و 1 پرتافت گلی با آمار گرفته است. مهیم‌ور باشد نام برده باری نخست در صف منتخب شوئدیا به میدان آمده بود. در مورد دورتموندی ها که گفتیم باید سخن را در مورد بروسیا به درازا کشید. چطور آوازه ها اطراف رفتن بیلینگهم از بروسیا زیاد بودند چون این طور هم شد. جود بیلینگهم بعد پاک کردن چشمان از گریه کوتاه مدت هنگام محروم شوی از قهرمانی روزی چهارشنبه با بروسیا خیر خوش کرده است و گفتی رسانه ها بازیگر نادری انگلیس به صف ریال مادرید میپیوندد. مخصوص برای شاد کردن با خطاب به جانب مخلصان ریال میگویم که اگر بعد آوردن این بازیگر هم در مقابل من سیتی تیمشان خار شود پس دیگر زنده کردن مارادونا و پله هم برایشان فایده نخواهد آورد. هرچند که هر مورد ارسنال را از تیم پیشتاز در خریداری دکلن رایس مینامند، ولی باواریا به مثال همان تنگم جمشید حلیم یکی پیدا شده آماده است که از برای رایس تا 100 میلیون یورو پرداخت کند و حتی نشانداد رکوردیش در مصرفیات ترانسفری را نو کند. اما خودی بازیگر انگلیس باشد میخواهد به صف ارسنال پیوندد. از روی معلومات تایمز میونخنی ها راضی‌اند تا در خریداری بازیگر وست هم یونایتد تا 85 میلیون پوند استرلینگ قریب 100 میلیون یورو مصرف کنند. نشانداد رکوردی تیم رکورد مایستر 80 میلیون یورو می باشد که سال 2019 هم وقتی خریداری دفاعگر لوکا ارناندز از اتلتیکو مادرید گذاشته شد، نفری را که PSG زیری نشان گرفته است. سرمربی به قول سروایران قهرمانان آلمان توماس توخل و بازیگر انگلیس گفته است که او را واریانت ایدئالی در عملی کنی نقشه های آینده سازی تیمش میداند. تصور کنید اگر باواریا در خریداری این بازیگر تا 100 میلیون یورو مصرف کند و از دست توخل در آلمان در موسم بعدی به قول خاک نهایت، فکر میکنم توخل را نه تنها از میونخن بلکه از آلمان عمری بدرقه میکنند. تیم های سرمصرف انگلیسی باشند هر تابستان در خریداری ها چقانند زیرا پول دارند. یکی از آنها امیو می باشد که این نوبت از پیش چشمان لیورپول دست پروری چلسی میسون ماونت را در اولد ترافورد مهمانی دائمی کردن است. تنهاگ باور دارد که دسته او نیم حمایتگری چلسی را خریداری کرده میتواند. با قول نشریه تلگراف جانب ها در مورد شرطنامه کاری به موافقه رسیده، بازیگر هم میل رفتن از چلسی کرده است، هرچند که شرطنامه کاریش تا تابستان سال 2024 مهلت دارد. تیم لندنی باشد میخواهد از برای بازیگری خویش پولی هرچی بیشتری را به دست دارد. سرمربی منیکوانیا اریک تنهاگ نیز باور دارد که باشگاه با میسون شرطنامه امضا خواهد کرد. در خدمت رسانی بازیگری 24 ساله همچنین لیورپول و ارسنال اشتیاقمندند، ولی با وجود سختی مالکان این تیم در پول براری از کیسه هایشان با احتمالیت زیاد یونایتد این بازیگر را پیراهن دیوانی سرخ میپوشاند. در موسم 22-23 باشد ماونت 24 بازی در پرمیر لیگ انگلیا گذرانده 3 گل و 2 اسیست دارد. اگر شود و ماونت به صف یونایتد گزارش کند، سراول این خلاصی یافتن از پریشانی‌های تیمی باولی به حساب می‌رود، ولی مهمتر از همه خودی ماونت باز تقدیر ری ویلکینز را تکرار نکند که دیگر پشیمانی هیچ فایده ندارد. در آخر چند سخن از تقدیر آینده کریم بنزما در ریال میگوییم، زیرا بعد پیشنهاد خیلی هم قلعه عربیان حمله‌ور ریال مادرید نزدیک است که تیم شاهانه را یک طرف گذارد، زیرا در فرجام مسند ورزشی
چنین امکان قله پول کارکنی را به اقل‌ترین ها هم از دست نمیدهند. به قول نشریه آیس، محض پیشنهاد عربیان به قول سری حمله‌آوری 35 ساله فرانسوی را تاب داده است. از روی معلومات سرچشمه، تیم سعودی الاتحاد پیشنهاد عبارت از معاش 100 میلیونی در یک موسم به حمله‌آور فرانسوی روان نموده. طبق نوشت رسانه‌ها، جانب‌ها نزدیکند تا شرطنامه کاری به امضا رسانند. باید یادآور شد که کریم بنزما در صف رئال مادرید 14 موسم گذرانیده در 647 بازی تیم شاهانه صاحب آمار 353 گل و 165 پرتافت گلی است. در موسمی سپری شده باشد این فرانسوی 42 بازی گذرانیده 30 مرتبه دروازه‌بان‌های دسته رقیب را مجبور نمود تا توپ از توری دروازه‌هایشان بیرون آرند. بعد این پیشنهاد رسمی پولداران، پرزیدنت رئال مادرید فلورنتینو پرز هم به تهلکه افتاده یک صحبت با کریم دایر نمود تا حمله‌آور خویش را باور کناند که اقلاً تا سال 2024 در مادرید بماند. ولی بعد آمدن پیشنهاد 200 میلیون در 2 سال، حاجی کریم میتواند دسته شاهانه را به تیم شیخانه عوض کند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.